اکثر راهبران تا سطح معینی میبرایند و بعد در همان سطح شخص شده میمانند. شماره زیادی راهبران به درجه معینی میرسند و بعد در همان درجه در میمانند و همان وقت یک دنیا مشکلات پیدا می شود. پای هم پرابلم ها پیدا می شوند. برای همین تا خودت را تغییر ندهی بیزنس تغییر نمی‌یابد. قاعده همین است. راهبری سست گروهی کاری سست را تأسیس می‌دهد. قهرمان خود اوست. به شرف 15 سالگی سما ما محض 15 توصیه را مقرر نمودیم. چرا توصیه نامگذاری کردیم؟ چون که این توصیه ها پس از هزاران سال هم یک خیل باقی میمانند. این توصیه ها هم امروز هم پگاه و عموما همیشه اکتوالی خواهند بود. این طرز کار را تنها امروز نه بلکه پس از 20 30 40 سال هم استفاده بردن ممکن است. اینها پدیده های پایوی اند. چون که طلبات گلوبالی انسانیت به هر حال تغییر نمی‌یابد. آدمان در آینده هم می‌خورند. آدمان در آینده هم میزایند و میمیرند. آدمان در آینده هم بیمار میشوند. در آینده هم لباس میپوشند. تنها طرز پیشنهاد، مدل ها، اسلوب فروش، بسته‌بندی و غیره تغییر می‌یابد. راهبری که عقل قوی، استراتژی قوی دارد از عهده‌اش میبراید. راهبری سست نمیتواند. محض برای همین من همین 15 توصیه به راهبر را آماده کردم. چون که این شما را انسان خیلی با قوت، باطناً شخصیت قوی، راهبری نیرومند میگرداند. و چون انسان راهبری قوی و نیرومند گردد، باقی همه سوی او میآیند. یعنی وقتی چیزهای پایوی اساسی باشند، چیزهای دوم درجه را جلب کردن ممکن است. واسطه و اسباب و یاورها را یافتن، انتخاب کردن ممکن است. وابسته به وقت. دقت کنید. چی فکر داره؟ شرکت را چی مفلس میگرداند؟ بحران ها یا گروهی کاری؟ بیایید فکر میکنیم. خیلی عجیب است. دقت کنید. این خیلی غیر عادی است. درست؟ ما فکر میکنیم که بحران خطرناک است. گویا بحران شرکت را میتواند مفلس کند. ولی نه. 90% شرکت ها را کارمندان مفلس میسازند. گروه کاری. آنها ریسورس ها را احتیاط نمی کنند. گروهی که به شرکت درآمد آوردن نمیتواند. گروهی که هزاران خراجات به وجود می آورد. 90% شرکت ها با سبب بحران مفلس نمی شوند، بلکه با سبب گروه سست و ضعیف مفلس می شوند. کارمندان قرضها خراجات را زیاد می سازند. استحصالات سست خواهد بود. این راست است. وقتی بحران می آید، همان شرکتی که کارمندانش سستند در حال از بین می رود. این به کرونا ویروس مانند است. کرونا ویروس به ما چی را آموزاند؟ کرونا ویروس به ما چیزی عجیبی را آموزاند. کرونا ویروس جان همه را نربود. بسیار کسان بیمار شدند، ولی همانهایی مردند که سلامتیشان بعد ایمونیتتشان سست و ضعیف بود. مثل همین است. 90% شرکت ها را کارمندانشان میکشند. نه بحران. چون که محض بحران گروه را تشکیل می کند. من به شما سوال دارم. لطفاً بگویید فروش بعضی شما به بحران هم کم بود، درست؟ به بحران هم نارسایی مبلغ احساس می شد. به بحران هم نارسایی کادرها وجود داشت. فروش بعد، بارهای باقی مانده زیاد، نارسایی مبلغ، قرضهای دیبیتاری، کردیتاری و غیره. این مشکلات به بحران هم بودند. دیدید؟ مشکلی در بحران نیست، مشکلی در آدمان است. حالا میخوام یک چیزی ارزشمند را گویم. به نزدیکی در فیسبوک یک چیزی غیر عادی را خواندم. 3 روز پیش بود. یک امریکایی یا اروپایی به افریقا رفته است. وقتی او به افریقا رفته است، تنها خواسته است که کودکان را شاد گرداند و با آنها بازی کرده. در یک کنار سمکش میوه شیرینی ها را مانده است و گفته است که بیاید بازی میکنیم، مسابقه میکنیم.
کسی که از همه تیز دویده به فینیش میرسد، انا همان میوجات و شیرینی ها را میگیرد. کسی که اولین شده میرسد. همه کودکان تبسم کردند و چون او آغاز گفته است، کودکان دستان همدیگر را گرفته همه یک جایه به فینیش رفتند و میوجات و شیرینی ها را گرفته میان همدیگر تقسیم کردند. آن امریکایی یا اروپایی خوب در یاد ندارم، در شاک مانده است، چون که کودکان این قبیله به مکتب نمی روند، نمی خوانند، فرهنگ و تمدن ندارند. او این حالت را می دید و نمی فهمید. او می گفت چطور؟ و به یکی سوال داد، تو می توانستی همش را بگیری؟ و دیگر، ای تو امکانیت داشتی، چرا ندویدی و نگرفتی؟ و کودکان جواب دادند، من هستم برای آن که ما هستیم. من به قبیله‌ام زنده مانده نمیتوانم. من هستم برای آن که ما هستیم. این فلسفه عالی است. من فکر کردم آن کودکان اینقدر با تربیت و ذهنی بلندی معنوی داشتند. من هستم برای آن که ما هستیم. از این رو به شما گفتن میخواهم که امروز من در اینجا هستم برای آن که ما هستیم. برایتان سری تعظیم فرود میارم. تشکر زیاد به شما. من درباره کتاب پس از تنفس گپ میزنم. خب، کفکوبی ها، رحمت، تشکر. تشکری زیاد به شما استاد سید مراد دولتوف. من شاهد یک چیزی عجیبی شدم. معلوم می شود که به دلخواه چاره‌بینی همراه شدن در کار، وارد شدن در کار تا که منفعت بیشتر، چیزهای خوب بگیرید. برای همین لطفاً خوب وارد شوید تا فایده بگیرید. وقتی از اینجا می روید باید گپ‌های مرا عملی کرده توانید. پیش از تنفس من درباره آن گفتم که نیت کردم تا امروز درباره 15 توصیه سخن رانم، زیرا من درک کردم که در دلخواه بیزنس یگانه نقطه انکشاف خودی راهبر به شمار می رود، خودی صاحب بیزنس. برای آن که مقیاس فکرانی صاحب بیزنس مقیاس بیزنس او به شمار می رود. بیایید دست راستمان را می برداریم و تکرار می کنیم. سرحدی دستاوردهای ما وابسته است به سطح فهمیش ما. دقت کنید، سرحد دستاوردهای ما به سطح فهمیش ما وابسته است. این چنین معنا دارد آنچه را که نمی فهمی به دست آورده نمی توانی. احتمال شما بعضاً با کارمندانتان، شاید با شریکانتان یا شاید با دوستانتان کار کرده با آنها درباره کدام یک امکانیت‌ها، درباره امکانیت‌های آینده نقل می‌کنید. ولی اگر انسان فکرانی تنگ دارد، او گپ شما را فهمیده و دیده نمی‌تواند. بعضاً به برخی کارمندانتان مجبور می‌شوید دائم خودتان گویید. وقتی گویید او می‌کند، اگر نگویید نمی‌کند. چرا نمی کند؟ چون که او خودش نمی بیند. او خودش حس نمی کند. به کار وارد شده نمی تواند. او ریشه کار را دیده نمی تواند. او عاقبت کار را نمی بیند. او سبب را نمی بیند. چرا این خیر شد؟ تنها وقتی پرابلم پیدا شود بعد می بیند. انا برای همین اگر خود انسان کار را فهمیده نتواند، او دستاوردهای زیاد داشته نمیتواند. از این رو ته کرسی موفقیت پیش از همه خود راهبر است. ته کرسی شمایید. بعضا ما فکر میکنیم که من یگان منیجر را به کار میگیرم، یگان بوغالتر را به کار میگیرم و یگان کسی آنها برای ساختن شرکت خوب به من کمک میکند. نه، یگان کس شما را بای نمی کند. شما خودتان را بای می کنید. یگانه کسی که شما را بای می کند خود شمایید. از این رو در اساس همین ما محض همین موضوع را انتخاب کردیم. 15 توصیه برابر. توصیه های مذکور دائم اکتوالی و مبرم خواهند بود. پس از 10 سال، 50 سال و عموما چی قدری که خواهید.